بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اگر کسی در شب جمعه یا روز جمعه سوره کهف رو تلاوت بکند ایمانش افزایش پیدا می‌کند. سوره کهف تلاوت بکند ایمانش و هدایتش کامل می شود، به شرطی که محتوای سوره کهف را بداند و برنامه های سوره کهف را بداند و پیام های سوره کهف یا خداوند از خلال سوره کهف را بداند و این پیام ها را به کار بگیرد، مد نظر داشته باشد. سوره کهف داستانی جز داستان ایمان نیست، جز داستان خداجویی و خدا طلبی چیزی دیگر نیست، جز به سوی خدا حرکت کردن و توکل به خدا چیزی دیگر نیست، جز فرار از معصیت و شرک و گناه و بدعت و کفر به سوی هدایت و نور الهی چیزی دیگر نیست. میگه اگر مسلمانی شب جمعه یا روز جمعه خداوند توفیقش بدهد که سوره کهف را تلاوت بکند، خداوند بین دوتا جمعه اون مسلمان و نورانی و روشن میگرداند، میدرخشاند. از این جمعه تا اون جمعه تو زندگیش جلوش پیشش همینجور میدرخشد و هیچ موقع در تاریکی گناه واقع نمی شود. منظور از نور، نوری است که دل اون جوانای مؤمن سرمایه‌دار درخشان و نورانی کرد که راهو پیدا کردن و به سوی خدا هجرت کردن. انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدا. محور سوره کهف بر همین آیه کوتاهه، انهم فتیه آمنوا بربهم و زدناهم هدا. چند تا جمله بیشتر نیست. سبب درخشندگی بین دوتا جمعه خواندن داستان اون چند تا جوان بود و امروزه اگر ریش سفیدا و پدرها صورتشون رو بر بگردونن در صف اول به صفهای بعدی که مساجد از این جوانهای مؤمن موج میزند، پدرها و ریش سفیدای مؤمنم افتخار میکنن و خدا را سپاسگزاری میکنن که نسل بعدی نسل با ایمانی است. پس پدرای بزرگوار و محترم، از مؤمن شدن فرزندانتان عصبانی نشوید، از قرآن خوندن بچه هاتون خشم نگیرید، از دیندار شدن بچه هاتون مسخره نکنید. اگر بچه کوچیکی آمد در خانه خدا قرآن بخواند، کولر را خاموش نکنید، برق را قطع نکنید، از مسجد بیرون نکنید به صرف این که موکت خراب می شود، قبض برق زیاد می آید، مسجد کثیف می کنند، کولر می سوزد، دیگه پول نیست کولر بخریم. کدوم یکی بهتره که بچه های ما بیان تو خانه خدا، مکتب خانه ها تو مسجد باشه، مسجد آباد باشه، هر ستونی یک عالمی نشسته باشه، یک طلبی 10 تا شاگرد کلام خدا، کلام رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اونها یاد بده و ریش سفیدان لذت ببرن. هر ستون یک ستون محکمی زیر این سقف است. اینا که ستون نیست، ستون مساجد مؤمنین هستند که مساجد را با ذکر خدا، با کلام خدا، با تلاوت کلام خدا، با حلقه های علم آباد میکنن، نگه میدارند. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. خوشحال باشیم که فرزندانمان دین طلب شدن، دین خواه شدن، خدا طلب شدن. انهم فتیه
اون گروهی که خداوند سوری در قرآن نازل کرد که این سوره سبب درخشندگی برای مؤمنین امت محمد می شود صلی الله علیه و سلم، اونها در امتهای گذشته در زمان دقیانوس بودند. سبحان الله، ایمان به هم مرتبطه، فرقی نمی کنه ایمان زمان دقیانوس باشد یا ایمان امروز باشد. و مؤمنم به هم مرتبطه. حاج عبدالقادر روی منبر دعا می کرد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، نگفت برای مؤمنین زمان ما بیامرز، میگفت للمؤمنین و المؤمنات. هر مسلمانی که دو جمله بگوید کل مؤمنین قبل از اسلام و بعد از اسلام و بعد از خودش همه در زندگی او شریک می شوند. دیگه نمیتونه بگه اللهم اغفر لی ولی اهل بیتی، فقط باید بگه اللهم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. این دوتا جمله چقدر قدرت داره که همه را شریک تو می کند، همه را عزیز تو می کند، همه را در خیرات و برکات و دعای خیر تو شریک می کند، همه را برادر و خواهر مسلمان تو می کند. این کلمات دینی و کلمات خدایی چقدر جذابیت و قدرت دارد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى
افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا